سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه روز بسیار خوب و ابری توی سیدنی هست. امروز میخوایم با هم بریم توی منطقه‌ای که بیشتر ایرانی‌ها اونجا زندگی میکنن. بریم اون منطقه رو با هم ببینیم و با من همراه باشید. اینم ماشینمون، بریم سوار شیم با هم. خب روشن کنیم، بریم ببینیم که چه صورته. این رانندگی توی استرالیا یه مقداری شاید برای افرادی که تازه میان مشکل باشه، چون فرمون سمت راست هستش. باید خیلی مراقب باشیم اینجا و حالا کلی هم ماشین میاد نمیذاره ما رد بشیم. خیلی خب، امروز میخوایم بریم توی منطقه‌ای که ایرانی ها توش زندگی میکنن به نام مریلندز. حالا خیلی هم ایرانی توش نیست، ولی خب اکثر ایرانی ها اونجا هستن. فروشگاه ایرانی داره و افغان ها توش زندگی میکنن، نونوایی و نمیدونم رستوران و سوپرمارکت و اینا هست. با هم میریم توی شاپینگ سنترش یک چرخی میزنیم ببینیم که به چه صورت. اینجا جای خیلی خوبیه که برای اینکه بخواین حالا یه خریدی انجام بدین، غذاهای ایرانی یا افغان، رستوران ها، کباب و خیلی چیزهای دیگه که شما میتونید اینجا پیدا بکنید و حالا شاید جای دیگه سیدنی نباشه. حالا با من همراه باشید و این ویدیو رو از دیدگاه من، از توی چشمهای من میتونید راحت ببینید. خب بعد از 20 تا 25 دقیقه رانندگی بالاخره نزدیک این محل رسیدیم. راستش من خودم تازه کمتر از 2 ساله که به سیدنی مهاجرت کردم به عنوان مهندس شیمی و حالا به هر صورت اینجا مشغول به کار هستم و دوست داشتم که زندگی که حالا اینجا هست، کارهایی که اینجا انجام میدیم و شهر به چه صورت هست. شاید خیلی از آدم ها توی جای مختلف ایران دوست داشته باشن که این منطقه رو ببینن، باهاش آشنا بشن و حالا برای مهاجرتشون اگه برنامه‌ریزی دارن بتونن راحت‌تر انجام بدن. خب اینجا شاپینگ سنترش هستش. حالا ما میریم داخلش سر میزنیم. این نکته‌ای که اینجا خیلی جالب هست اینه که تو هر محله باشگاه‌های بزرگ و خوبی داره و خیلی هم ارزونه و این به نظر من خیلی خوبه، چون اکثر آدم‌هایی که حالا اینجا زندگی میکنن مخصوصا جواناشون ورزشکارن، واقعا خیلی ورزش میکنن، به ورزش اهمیت میدن و آدمای خیلی کمی اینجا دنبال دود و سیگار و یا اینجور مسائل هست. به نظر من حس میکنم که مثلا اگه توی حالا عموم جامعه شما تو خیابون ها و همینطوری خواهین سیگار ازتون بگیرید برین، یک وجهه آنچنان خوبی انگار نداره، انگار که مثلا یه جور دیگه بهتون نگاه میشه. این نظر من هست، شاید حالا نظرها متفاوت هست. تو این محله پر صرافی های ایرانی هست، همونجوری که حالا روبروی منم میبینید نوشته رستوران ایرانی تورنج اینجاست. یه رستوران ایرانی دیگه روبروی من هستش و یه رستوران سمت چپ من هستش. خیلی خوب، دوباره ما برگشتیم، اومدیم توی خیابان اصلی مریلندز. اینجا رستوران هندی، افغانی، ایرانی و پر شغل هایی که در این نونوایی هم هست اینجا. حالا من دنبال یه جای پارک هستم که برم یه جای کامل پارک بکنم و بعد ادامه ویدیو رو با هم بریم. خب ما اومدیم یک کوچه خیلی خوب اونجا پارک کردیم. خب اولین چیزی که حالا بهتون بگم
خیلی مسئله است که من بخوام حالا با موردش صحبت کنم. اینجا یه کلابه خب که افراد حالا برای شرط بندی توی ماشینای اصلاحات و نمیدونم شرط بندی با ورق و نمیدونم کلی چیزهای دیگه اینجا میان. حالا خیلی افراد پول میبرن، یه سری افراد هم پول میبازن. غذا و رستوران اینا هست. اینجا فکر کنم یه رستوران پاکستانیه و حالا بریم جلوتر. آره خلاصه این که بریم توی این محله ببینیم به چه صورته. خیلی خب شروع کنیم از این خیابون بریم جلوتر. اینجا یه محلیه که خب نزدیک ترن استیشن هست. شما میتونید با ترن هم حتی بیاین اینجا. همونطور که میبینید فروش مغازه و رستوران ملیت های مختلف اینجا هست و همینطور صرافی های مختلف با زبان های مختلف. خلاصه جدیدن اینجا هم چند تا ساختمان های خیلی بزرگ دارن میسازن. اینم یه رستوران کابل هست، غذاهاش خیلی خوشمزه است. یعنی بهتون میگم یه سری روزا میشه که اینجا صفای نیستم بیرون رستورانش. اینم یه رستوران دیگه است و اینجا هم یه فروشگاه ایرانی هست که من اکثر اوقات میام. صرافی نیک اینجا هست. اینجا فروشگاه ایرانی که اکثر اوقات من میام جنس و چیزای ایرانی میبرم ازشون. سوپرمارکت نسیم، کافه قنادی شیراز، دفتر مهاجرتی و حالا اونایی که دوست دارن با افراد ایرانی خیلی صحبت بکنن، یک دوستانی داشته باشن، بیان ببینن محله رو. خیلی به نظر مناسبه که بیان هم برای خرید اجناس ایرانی اینجا. خب اینجا یه دونه پارک خیلی کوچیک هست که مردم میان حالا تو این روز بسیار خوب میشینن و استراحت میکنن، از این روز لذت میبرن. خب در کل هوای استرالیا من گرد و خاکی توش ندیدم، یعنی واقعا هوای خیلی تمیز و همطوری که میبینید مردم میشینن توی پارک ها و از این هوا لذت میبرن. اینجا یه دونه شاپینگ سنتر خیلی بزرگ هست توی مریلند. حتما اگه یه بار اومدین بیاین این شاپینگ سنتر رو، خیلی قیمتش مناسبه. آره حالا بریم داخل ببینیم چه خبره. ببین برای کریسمس چیکار کردن. البته بلک فرایدی بوده، دیروز بود تموم شد. توی استرالیا 3 تا 4 تا فروشگاه های خیلی بزرگ مواد غذایی هست. یکیش الدیه که خیلی ارزونه. حالا به موقعی توی ویدیو ها نگاه میکنید، من میرم داخلش. خیلی قیمت جنس ها ارزون و بسیار عالی. حالا ما یه دور اینجا میزنیم. داشتم میگفتم 3 تا فروشگاه خیلی بزرگ هست. یکیش الدیه، یکیش به اسم وولورث که اونم تنوع اجناسش بسیار بالاست. یکی هم کولز. این 3 تا فروشگاه اصولا مواد غذایی های خیلی ارزونی رو ارائه میدن. حتما یه ویدیو کامل میگیرم که بهتون بگم که چقدر میتونید شما برای یه هفتهتون خرید بکنید و چقدر هزینه باید بکنید. و یه سری فروشگاه هست مثل کیمارت
مثل بیگ دبلیو، مثل تارگت. این فروشگاه اصولا لوازم، یعنی هر چی که شما نیاز داشته باشید توش هست بجز مواد غذایی. اینطوری بهتون بگم، فکر کنم بهتره. یعنی هر چی که اینجا لبوبو داره $20. میرم هم بزرگش هست هم کوچیکش. این هم برای خانوما واقعا فکر کنم خیلی خوشگل و آره این فروشگاه هر چیزی دارن به جز مواد غذایی و خیلی توش قیمت ها هم پایین هست. شما میتونید قیمت پایین هر چیزی رو خریداری بکنید. در کل میخوام بهتون بگم که اگه شما توی استرالیا حالا تشریف آوردید، یک شغل حالا متعادل هم داشته باشید، نرمال، اصلا با کمترین حقوق هم شما بخواید زندگی بکنید، شما راحت میتونید زندگی بکنید. یعنی اینکه شما هم میتونید برای هزینه‌های زندگیتون مواد غذایی و هر چیزی که تو خونه نیاز دارید رو راحت خریداری بکنید. رفتارتون هم همینطوره و حتی میتونید یه پولی رو برای گردش و تفریحتون بذارید کنار، هم میتونید سیو بکنید بعضی اوقات. و فکر میکنم که از لحاظ زندگی کردن اینجا واقعا بهتر از خیلی از کشورهای توی دنیا هست. همطور که میدونید الان فروشگاه چون نزدیک کریسمس هست 30%، 70% و 50% هم حتی آف داره. حالا ما میریم به سمت یه سمت دیگه فروشگاه که حالا شما بیشتر باش آشنا بشید. ANZ یکی از بانک های بزرگ استرالیا است. یکی دیگه هم کامنولث بانک هستش. اینا که میبینید 40% آف داره، الان مثلا قیمتش شده $15، $20. بعد در کل هم شما مثلا با یه حقوق بسیار پایه شما حدود مثلا $1000، حدود $1000، حالا یه مقدار بالا یا پایین‌تر در هفته شما میتونید به دست بیارید و این بسیار عالی هست با هر شغلی که شما میتونید حالا اینجا داشته باشید. و همونطور که میبینید اینجا راحتی پوشش، این راحت یعنی آزادی عقیده هست، آزادی پوشش هست. هر کسی با هر دین و هر عقیده‌ای که داره در کنار هم زندگی میکنه و همینطور که میبینید و همینطور که میبینید اینجا یه دونه میوه هست. من دوست دارم یکی از اینا رو ترای بکنم، شما همراه باشید ببینید که چند قیمته. ما یه دونه اسمالش رو بگیریم. خب ما این اولی رو سفارش دادیم. پین جویس لیمن هست، اورنج هست و جینجر هم میتونیم بهش اضافه بکنیم و آب این میوه هست. حالا بریم اینجا ببینیم که دقیقا نگاه کنیم. آب این میوه رو میگیرن و فکر کنم خیلی هم مقوی باشه، با لیمو داره ترکیبش میکنه. این چطور آبش گرفتم که پیشنهاد میکنم که حتما یه بار بیاید اینو ترای بکنید. و یه لیوان کوچیکش $5. به نظر من حالا اگه تو فکرتون هست که شما این حالا $5 خیلی گرونه، شما نباید با درآمد ایران مقایسه بکنید، شما باید با درآمدی که اینجا دارید مقایسه بکنید. حالا من حتما تو ویدیوهای بعدی
توضیحات خیلی زیادی رو در مورد حالا مهاجرت و چطوری بتونید یک کاری اینجا پیدا بکنید و thank you. So nice, delicious, really. پیشنهاد میکنم حتما اینو امتحان بکنید، خیلی خوشمزه است. بفرمایید. خب الان لازم دونستم که توضیح هم در مورد خطهای موبایل اینجا بدم. سه تا شرکت خیلی بزرگ هست. واو چه میوه های اینا باید همه رو آدم ترای بکنه. این یه دونه فروشگاه بزرگ دیگه به نام وولورث هم ببینید، اینجا تنوع خیلی زیاده. گوشت و مرغ‌هایی که گوشتایی که اینجا جداگانه دارن میفروشن. شما هر مدل گوشتی که بخواید اینجا میتونید پیدا بکنید. داشتم در مورد خطهای موبایل صحبت میکردم. اینجا سه تا اپراتور هست که بهترینش تلسترا هست و آپتوس دومیش هست و ودافون هم که سومیش هست. اینا خطهای موبایل هستن. اینجا فروشگاهی که سی فود داره، غذاهای کیلویی $11.99. که کیلوهاش تقریبا $17. ماه بزرگا سوپر اسپیشال، این سالمونه، کیلویی $27. صدف داریم، خرچنگ داریم، خرچنگ کیلویی $34. میگو سیاه خوشمزه است، اینا کیلویی $27، $28 بوده. ببینید صدف ها رو. من خودم زیاد طرفدار غذای دریایی نیستم، ولی خب خیلی افراد اینجا دوست دارن. بسیار خوشمزه است. میبینید کباب هایی که حالا با از قبل آماده شده اینجا گذاشتن برای فروش. این شاپینگ سنتری که شاپینگ سنترهایی که شما واقعا هر چیزی که میخواین راحت میتونید توش پیدا بکنید با قیمت مناسب تر از جاهای دیگه. روبروی من هم یک فروشگاه کولز هست. اینجا هم مثل وولورث و الدی تا فروشگاه بزرگی هست که قیمت مناسب و خوبی توش داره. به نکته هم که اینجا حالا بهتون بگم، کنار این فروشگاه همیشه یه دونه مشروب فروشی هست. حالا میرم داخل فقط یه دوری میزنم که شما ببینید قیمت ها رو. اقسام مشروب، من خودم طرفدار این هستم. تکیلا هست، کلی شراب ها و مشروب های مختلف، مخصوصا شراب شیراز، آبجو. اینجا قیمتاش خیلی از قیمت های حالا جای دیگه بهتر هست. پیشنهاد میکنم که حالا اگه این سمت اومدین حتما ترای کنید. بسیار عالی. من نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانی بکنم چون جای خیلی زیادی هست برای اینکه با هم بریم ببینیم، هم مناظر طبیعی، هم جاهای مختلف، مکانهای مختلف، ساختمانهای مختلف، شاپینگ سنترهای مختلف، ساحل‌ها، جنگل‌ها، پارک‌های ملی. کلی جای مختلف هست که ما میخوایم با هم ببینیم و ازتون میخوام که کانال من رو حتما حمایت بکنید، با من همراه باشید.
خیلی خوشحال میشم که بیشتر در کنار همدیگه بریم جاهای مختلف رو ببینیم و لذت ببریم. ازتون خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا میکنید. تا ویدیو بعدی که حتما به زودی آماده میکنم، فعلا خدا نگهدار.